آیا تا حالا فکر کردی فیلم کودکانه‌ای مثل استوارت کوچولو ممکنه پر از رازهای تاریک، اشتباهات باور نکردنی و پشت‌پرده‌های عجیب باشه؟ امروز 5 حقیقت مخفی و عجیب از استوارت کوچولو رو میگیم که احتمالاً هیچ وقت بهشون توجه نکردی. پس تا آخر ویدیو با من باش و اگه عاشق کشف رازهای پنهان تو فیلم‌ها و کارتون‌ها هستی حتما همین حالا سابسکرایب کن تا همچین ویدیویی رو از دست ندی. فکت اول: در یکی از صحنه‌های فیلم تابلو نقاشی دیده میشه که سالها بعد مشخص شد یک اثر واقعی و نایاب و هنری از یک نقاش مجارستانی به نام رابرت برنز بود. این اثر اتفاقی توسط کارگردان فیلم از مغازه خریداری شده بود بدون که ارزش واقعیش رو بدونه. فکت دوم: مدل نهایی شخصیت استوارت توسط هنرمند مفهومی دریم ورکس طراحی شده بود که بعدها روی شخصیت شرک هم کار کرد. در واقع اون تونست با الهام از انسان‌ها و حیوانات چهره‌ای خلق کنه که هم بامزه باشه هم باورپذیر. فکت سوم: صدای استوارت کوچولو رو مایکل جی فاکس گفته، همون بازیگر افسانه‌ای فیلم بازگشت با آینده و مهمون ویژه در سریال فرندز. صدای گرم و خاصش باعث شد استوارت خیلی واقعی تر و دوست داشتنی تر بشه. فکت چهارم: در بعضی از صحنه‌های فیلم گربه واقعا از عروسک یا نسخه دیجیتالی استوارت میترسید. کارگردان مجبور شد با تکنیک‌های مخصوص حرکات گربه رو ترکیب کنه تا طبیعی به نظر برسه. فکت پنجم: در نسخه اصلی کتابی که فیلم از اون اقتباس شده داستان خیلی تیره تر و حتی پایانش باز ناراحت کننده تر بود. فیلم با اضافه کردن عناصر طنز، عشق خانوادگی و ماجراجویی کاملا بازنویسی شد تا مناسب بچه ها باشه. حالا که فهمیدی پشت این فیلم کودکانه ساده چه ماجراهای عجیبی خوابیده، اگه به دنیای پشت صحنه انیمیشن ها و فیلم های کودکانه علاقه داری همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی. منتظر فکت های عجیبتری از فیلم های مثل شرک، ماداگاسکار و کوکو باش.